سلام، خیلی خوش اومدید به یه آموزش دیگه. امیدوارم تا اینجای روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. آموزش امروز در خصوص ساخت باکسی هستش که الان توی صفحه میبینید که بتونید یک کادری رو درست بکنید که بیاد رو صفحه، کانال شما رو نشون بده، لایک بکنه، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنه و از کادر خارج بشه. این آموزش من خودم خیلی دنبالش بودم و متاسفانه نتونستم اون رو جایی به صورت بدون کپی رایت پیدا بکنم و برای کانالم بزنم. به همین دلیل سعی کردم خودم این باکس رو درست بکنم و موقعی که درست کردم گفتم شاید خیلی از افراد باشن که دنبال همچین چیزی باشن و نتونن از طریق نرم افزارهای قوی تری مثل افتر افکت این باکس رو درست بکنن. مثل سیستم خودم سیستم خیلی قوی نیست و نمیتونم از اون نرم افزار استفاده کنم. میام و این باکس رو توسط نرم افزار کمتازیا آماده میکنم. اما نکته مهم اینه که حتما این رو در نظر داشته باشید که اگر میخواید این آموزش رو باش ارتباط برقرار بکنید، توصیه میکنم حتما آموزش های این پلیلیست رو که آموزش کامل کمتازیاست رو از اول تا 5 بخشش ببینید و بعد بیاد این ویدیو رو ببینید که بتونید به راحتی بفهمید که دقیقاً چه اتفاقاتی توی آموزش قرار بیفته. پس اول اونها رو ببینید اگر با کمتازیا آشنا نیستید و بعد بیاید و این آموزش رو ببینید. لطفاً تا انتهای این ویدیو رو ببینید که بتونید با هم این باکس رو درست بکنید. اما قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب و ساخت باکس رو توضیح بدیم، اول باید یک مطلبی رو مشخص بکنیم. این هستش که اول شما باید یک سناریو برای اون کاری که میخواید انجام بدید باید تعریف بکنید. یعنی مثلا فرض کنید یک بازیگر میخواد یک فیلمی رو بازی بکنه، یه سری متن بهش میدن، اون رو میخونه، مثلا میگه مثلا فلان جا فلان کار رو باید بکنی، فلان حرف رو باید بزنی، مثلا از کجا به کجا برید و به این حالت یعنی روند کار رو باید بدون طرف و بر اساس اون بازی کنید. این هم مثل همون بحث هستش. شما باید قبل از این که کار رو شروع بکنید باید اول مشخص بکنید که میخواید باکستون به چه صورت وارد کادر بشه و چه کارهایی رو انجام بده و بعد چجوری از صفحه خارج بشه. بریم سر اصل مطلب و آماده سازی اون المانی که بهتون قول دادیم. ما برای اینکه بتونیم این باکس رو درست بکنیم اینجوری در نظر میگیریم که میخوایم یه باکس از پایین به بالا بیاد تو صفحه، بعد باز بشه و دکمه روش ظاهر بشن و بعد از اینکه کامل ظاهر شد دکمه لایک زده بشه، دکمه سابسکرایب زده بشه و بره بخش آخر و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنه و بعد از تمام این کارا تمام آبجکت ها از صفحه خارج بشن. برای این کار اولین چیزی که شما نیاز دارید باید یک باکستون رو درست بکنید. به این حالت میرید قسمت انوتیشن، از قسمت آی شیپس، من فقط آبجکت گفتم آبجکت میگم ولی همین قسمت شیپ رو بیارید. حالا میتونید از هر کادی که اینجا هست استفاده بکنید. مثلا من این حالت رو انتخاب میکنم، به تایملاین اضافه میکنم. حالا این آبجکت رو تا اونجایی که میتونم کوچیک میکنم به این حالت. خب اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که این آبجکت از پایین صفحه بیاد بالا. یعنی اولین کاری که باید بکنی باید این آبجکت رو کاری بکنی از اینجا مثلا بیاد بالا و بعد بزرگ بشه و حالا بعد بقیه ماجرا. اولین کار من میام این آبجکت رو از کادر خارج میکنم و میخوام از جایی که وارد بشه پایین همون قسمت میذارم. بعد از اینکه این کار رو کردم حالا باید براش انیمیشن میذارم. میام از قسمت انیمیشن این رو باز میکنم. دو قسمت داریم، زوم اندو پن داریم و قسمت انیمیشن. شما برید قسمت انیمیشن و گزینه کاستوم رو بگیرید و
به شیپتون اضافه بکنید. فعلا با خطی هم اینجوری میذارم. خب حالا بیاید انتهای همون فلشی که افتاده رو انتخاب بکنید که این فلش بالات زرد رنگ در بیاد. به این حالا بیایید اون آبجکت رو با استفاده از دکمه کیبورد رو صفحه فلش بالا رو آبجکت رو بیارید بالاتر. به این حالت بیارید تا مثلا میخوام اینجا ظاهر میشه. خب حالا به این حالت شما تونستید آبجکتتون رو بیارید. خب الان اگر من این فلش رو بیارم ابتدایی فیلم که از همون ابتدا این آبجکت بیاد بالا. به این حالت نگاه کنید. خب الان کادرم اومد بالاتر. خب به این حالت اگه شما خواستی میری این کادر رو سرعتش رو هرچی این فلش درازتر باشه مدت زمانی که این کادر میاد بالا طولانی تر میشه. دوباره میبینم به این حالا که خیلی سریع و باید خیلی سریع بالا نیاد. به این حالت. خب کار بعدی که باید شما بکنید من این باکس رو بیشتر میکشم. نیاز نیست دقیق باشه، فقط یک کمی طولانی ترش بکنید. بعدا میتونید این رو تنظیم بکنید. خب حالا که کادر بالا اومده نگاه کنید. ببینید اینجا شما دیگه باید انیمیشن بعدی رو بزنید. یعنی چی؟ یعنی این کادر باید باز بشه و اون اطلاعات روش نمایش داده بشه. دوباره از همون کاستوم انیمیشن این رو میایید میندازید اینجا. باز من این فلش رو طولانی تر میکنم میذارمش اینجا و انتهای فلش کلیک میکنم و حالا میام این کادر رو تا اونجایی که میخوام میکشم. مثلا میخوام این خط باشه. به این حالت. حالا من اگر دوباره پریویو بزنم به این حالت اون کادر برام باز میشه. وقتی که انیمیشن تموم شد شما باید حالا با اون چیزهایی که میخواید روی صفحه بیاد رو اضافه بکنید. من این پلی هد رو در انتهای انیمیشن میذارم. خب حالا میخوام اون المان ها اضافه بشه. اولین کار من میام اینجا یه انوتیشن، این قسمت برای کادر دور اون لوگوی شماست. اپاسیتیشو کم میکنم. این دایره رو میارم دقیقا اندازه اون باکس میذارم. اپاسیتیشو 100% میذارم که این کادر معلوم بشه. حالا کمی این برای اینکه خیلی چسبیده نشه به صفحه به این حالت کادر رو میذارم. خب الان دوباره توجه بکنید به این حالت. تقریبا میخوام تو این حدود باشه که قسمت بعدی بیاد، یعنی اسم کانال شما. تو این قسمت هم میتونید روی همین دایره اون آیکون خودتون رو اضافه بکنید که دقیقا آیکون با اون شیپتون. خب حالا من این قسمت رو تنظیم میکنم. میام تو این قسمت این رو باید بالا بذاریم. خب دایره رو انتخاب میکنم که این اپاسیتی رو 0% میذارم که اون عکس لوگو به راحتی مشاهده بشه. خب کمی این لوگو رو کوچیک‌تر میکنم.
به این حالت. یعنی الان وقتی که شما این تصویر رو میبینید بالا میاد، باز میشه، نشان و اون کادر میاد دور نشان شما و حالا باید بقیه موارد رو اضافه بکنید. یعنی اسم کانال شما، مثلا من اینجا میام و از قسمت annotations این متنی رو اضافه میکنم، از بدون کادرش استفاده میکنم، متن رو این قسمت اضافه میکنم. خب پس الان به این حالت شد. دوباره میارم پلی میکنم، اسم میاد. حالا میخوام بعد از اینکه اسم اومد دکمه لایک بیاد، لایکی که روش کلیک نشده میرم تو قسمت مدیا، این دکمه رو اضافه میکنم به این حالت. دوباره ببینیم چطور شد. اینجا خب تا اینجا خوبه. حالا باید دکمه سابسکرایب بیاد به این حالت. هر بار که هر بخش رو درست کردید یک بار دیگه ببینید که ببینید اون کیفیتی که میخواید رو داره یا نه. خب اینا پس تا اینجا خوبه. حالا بعد زنگوله نوتیفیکیشن هم که حالت کلیک نشده است رو بیاریم تو کادر. حالا دوباره میبینیم خب الان تمام این موارد اومد و اون چیزی که خواستیم انجام شد. این تا حالا فقط ما کادر رو آوردیم بالا. خب حالا قراره که تمام این موارد انجام بشه و بعد از کادر خارج بشه. حالا ما باکس رو درست کردیم این حالت. حالا میخوایم اون کارهایی که میخوایم انجام بشه، یعنی روی دکمه لایک کلیک بشه، دکمه سابسکرایب روش کلیک بشه و زنگوله نوتیفیکیشن هم روش کلیک بشه و براش هم صدا هم بذاریم. برای این کار اول باید مشخص بکنید که اون المان هاتون تا چه مدت روی صفحه باشن و روش کلیک بشه. حالا من برای اینکه دقیق تر بدونم من این از اول پلی میزنم، بالا میاد، کادر باز میشه تا اینجا، المان ها میاد. خب حالا مثلا از این به بعد میخوام این موارد انجام بشه. حالا میام چی کار میکنم؟ اولین کار میخوام روی دکمه لایک کلیک بشه، میام دکمه لایک انتخاب نشده تا جایی که پلی هد هست اضافه میکنم، یعنی میارمش تا اون حد. حالا باید دکمه‌ای که حالت لایک زده شده رو هست رو بیارم توی کادر و به دکمه قبلی اضافه کنم. حالا برای اینکه دقیقاً همون سایز این عکس رو بتونید به دست بیارید، یک کاری روش جالبی که خودم پیدا کردم میتونم بهتون پیشنهاد کنم. اونم اینه که شکل دومی که میخواید به اون اندازه در بیاد رو انتخاب کنید و پلی هدتون رو روی شکل اول بذارید. به این حالت میتونید دقیقاً ابعاد اون دکمه قبلیتون رو به دست بیارید. ببخشید، یعنی این رو انتخاب کنم. حالا باید صدای کلیک هم روش بذاریم. ما قبلا این صدا رو دانلود کردیم و این رو کافیه اونجایی بذاریم که شکل عوض میشه. موز کلیک رو
میارم و اونجایی میذارم که دقیقاً با شکلی که عوض میشه متوحدش میشه. نگاه کنید، پلی میزنم، خب به این حالت روش کلیک شد و صدای کلیک هم اومد. خب حالا میخوام دکمه سابسکرایب روش کلیک بشه. از پلی هد رو جایی میذارم که میخوام از اون بعد سابسکرایب تأخیر بکنم. این حالا نگاه کنید ببینم چطور میشه. مثلا اینجا خوبه، اون المان سابسکرایب تا اندازه پلی هد تا کنار پلی هد میارم و سابسکرایب انتخاب شده رو اضافه میکنم. این حالا بازم از اون روشی که گفتم کلیک روی شکل دوم و پلی هد رو روی شکل اول میذارم که بتونم این کادر رو به خوبی در بیارم. حالا دوباره از همون المان اون صدای زنگ میام یه دونه دیگه میذارم، اینجا میذارم که جایی که روی دکمه سابسکرایب کلیک میشه. حالا پلی میکنم ببینم چطور شده. خب حالا موقع زنگوله نوتیفیکیشن هستش و بعد موقعیت خوبی رو براش پیدا بکنید. این هست. خب حالا این زنگوله رو تا کنار پلی هد میذارم و زنگوله انتخاب شده رو به ادامهش اضافه میکنم و باز هم از همون روشی که بهتون گفتم شکل رو اضافه میکنم به اون جایی که باید باشه. حالا این سری از صدای زنگ استفاده میکنم و میام ابتدای جایی که اون حالت میاد رو میذارمش. حالا دوباره میدم چطور شده. خب حالا باید یه زمانی رو تعیین کنیم که تمام موارد از کادر خارج بشن. پس حالا خب یه کمی تنظیمات اینجا داریم که حالا مثلا میبینید قسمت لایک از کادر خارج شده و حذف شده. حالا تمام موارد رو بیارید تا انتها ادامه بدید به این حالت. این تمام موارد تا آخر زمان جایی که باید باشه اضافه میکنم. خب الان مثلا فرض میخوام دیگه از کادر خارج بشن. برای این کار میام تمام مدت زمان هایی که اینجا هست رو یک اندازه در میارم. قبلا این کار رو انجام دادم. حالا باید یک کار بکنم که این کادرهای پایینم به همون اندازه کش بیان، یعنی به همون اندازه باشه مواردی. حالا برای اینکه شما بتونید این کار رو انجام بدید، چون باید تمام المان هاتون از کادر خارج بشن، باید تمام این بخشا رو توی یک گروه بذارید. حالا باید انیمیشن خروج رو بزنید. میرید قسمت انیمیشن کاستوم رو میذارید، میارید و در انتهای ویدیوتون اضافه میکنید. این حالت فلشتون رو انتخاب میکنید و میگید تمام این موارد از کادر خارج میشه. این حالت یک کمی میتونید زمانش رو طولانی تر بکنید که خیلی سریع خارج نشه. حالا ببینیم چطور شده. میاد بالا، باز میشه، علائم میاد، روشون کلیک میشه، حالا از کادر خارج میشه. ممنون از این که این ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد حتما لایک بکنید ویدیو رو. تو قسمت کامنت ها نظرتون راجبش بگید. اگر دنبال اینجور آموزش هایی هستید که مثلا یک انیمیشن رو توضیح بدیم، حتما تو بخش کامنت ها بگید. خودم به شخص خیلی دنبال همچین آموزشی بودم، ولی خب گفتم چرا خودم درست نکنم و با استفاده از نرم افزار کمتازیا این کار رو درست کردم. و اگر دوست داری باز هم از این انیمیشن ها رو آموزش بدیم، پس حتما توی کامنت ها بگید. آدرس کانال تلگرامیمون هم توی همین الان توی صفحه میتونید ببینید
واردش بشید. اونجا یه سری آموزش های خاص خود کانال رو داریم و دوست داریم اونجا هم شما عضو بشید که بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم و رضایت شما رو جلب کنیم. دیگه ویدیو رو از این بیشتر طولانی تر نمی کنم. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدار شما.